دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک کتاب ارزشمند دیگر اومدیم خلاصه سازی کنیم. کتابی که شاید بشه به عنوان کتاب مرجع در نظر گرفتش، چرا که خیلی از کتاب‌ها و حتی دوره‌ها دارن از مطالب این کتاب استفاده میکنن. به عنوان مثال همین کتاب کلمات جادویی که توی کانال هم هست، به نوعی از این کتاب استفاده کرده و باید به اهمیت این کتاب واقعا پی ببریم. خب بریم سر وقت کتاب آیین دوستیابی. این کتاب از همون اول یه چیز خیلی مهم رو میخواد توی گوش ما فریاد بزنه. اگه میخوای با آدم‌ها خوب کنار بیای، اول باید بفهمی اصلا آدم‌ها چطور فکر و احساس میکنن. دیل کارنگی نویسنده این کتاب از همون آدم‌هایی بود که زندگی راحتی نداشت. از یک خانواده فقیر شروع کرد و خودش با تلاش و تجربه فهمید که توی زندگی فقط زرنگ بودن یا باهوش بودن کافی نیست. خیلی وقتا چیزی که آدم رو جلو میبره بلد بودن رفتار با مردمه. یعنی همون چیزی که خیلی ها بهش بی‌توجهی میکنن، اما درست همون چیزی که سرنوشت خیلی از رابطه ها، کارها، فروش ها و حتی موفقیت ها رو میسازه. کارنگی یک نگاه خیلی ساده ولی عمیق داره. میگه اگه میخوای کسی با تو همراه بشه، قرار نیست اول با سرزنش و انتقاد بری سراغش. اتفاقا برعکس، باید مکث کنی، یه لحظه خودتو بذاری جای اون آدم، ببینی چرا این کارو کرده، چی دیده، چی حس کرده و چی باعث شده اون تصمیمو بگیره. چون آدم‌ها تقریبا هیچ وقت خودشون رو مقصر نمیدونن، همیشه برای کارشون یک دلیل میتراشن، یه توجیه پیدا میکنن، حتی اگه اون دلیل از بیرون منطقی نباشه. برای همین وقتی مستقیم میری سراغ سرزنش، در واقع داری طرف و هول میدی توی موضع دفاعی، و وقتی آدم بره توی حالت دفاعی دیگه گوشش برای فهمیدن بسته میشه. اینجاست که کتاب یه هشدار مهم میده: انتقاد کردن نه تنها معمولا فایده نداره، بلکه خیلی وقتا خطرناک هم هست. چون همونطور که ممکنه الان یه لحظه حس کنی خالی شدی و دلت خنک شد، ممکنه طرف مقابل توی دلش یک کینه نگه داره که سالها بعد خودشو نشون بده. یعنی تو یه رضایت کوتاه مدت میگیری، ولی ممکنه هزینه بلند مدتشو خیلی سنگین بدی. حرف کتاب اینه که آدم‌ها بیشتر از این که با فشار و نکوهش تغییر کنن، با احترام و تشویق تغییر میکنن. یعنی اگه واقعا میخوای کسی کارشو بهتر کنه، اول باید از خودت شروع کنی. ببین چطور میتونی به جای کوبیدن کمک کنی، به جای تحقیر راه نشون بدی، به جای اینکه طرفو کوچیک کنی کاری کنی احساس کنه دیده شده. میگه آدم‌ها موجودات کاملا منطقی نیستن. شاید ادعای منطق داشته باشن، ولی واقعیت اینه که خیلی از تصمیم‌هاشون از احساس، علاقه، غرور، ترس، پیش داوری و نیازهای درونی میاد. پس اگه تو بخوای با یه موضوع احساسی فقط با منطق خشک برخورد کنی، احتمال زیاد شکست میخوری. اینجا کتاب یه جمله خیلی کلیدی میگه که انگار ستون اصلی کل این فصله: رمز تعامل با آدم‌ها اینه که بفهمی واقعاً چی میخوان. نه چیزی که تو فکر میکنی باید بخوان، نه چیزی که از نگاه خودت مهمه، بلکه دقیقاً همون چیزی که از ته دل دنبالش هستن. اگه بتونی اینو بفهمی و بعد راه رسیدن به اون خواسته رو جلوی چششون بذاری، اون وقت معجزه میکنه. چون آدم‌ها خیلی وقتا حاضرن برای رسیدن به خواسته خودشون کارهایی بکنن که برای هیچ چیز دیگه‌ای انجام نمیدن. کارنگی اینجا یه مثال خیلی ساده ولی طلایی میزنه. میگه وقتی میخوای ماهی بگیری، نمیای سر قلاب ماهیت توت فرنگی یا خامه بزنی. از چیزی استفاده میکنی که ماهی دوست داره. حالا توی ارتباط با آدم‌ها هم دقیقاً همینه.
نباید با زبان خودت حرف بزنی، باید با زبانی حرف بزنی که طرف مقابل دوست داره بشنوه. یعنی اگه میخوای روی کسی اثر بذاری، لازم نیست فقط از دایره واژگان خودت استفاده کنی. باید بفهمی اون آدم با چه کلماتی بهتر ارتباط میگیره، چه چیزی براش مهمتره، چه لحن و چه زاویه‌ای براش جذابتره. چون وقتی تو چیزی رو از زاویه دید خودش بهش نشون بدی، تازه گوشش باز میشه. بعد کتاب یه نکته خیلی مهم درباره احترام میگه همه آدم‌ها یه نیاز عمیق دارن، حس مهم بودن، اینکه دیده بشن، به رسمیت شناخته بشن و احساس کنن ارزش دارن. و اینجا تفاوت مهمی بین چاپلوسی و احترام واقعی میذاره. چاپلوسی یعنی حرفی بزنی که فقط خوشایند باشه، اما احترام واقعی یعنی از ته دل یه ویژگی واقعی طرف رو ببینی و به زبان بیاری. یکی پوچه، یکی ریشه داره. کارنگی میگه اگه بلد باشی در آدم‌ها نکات مثبت رو ببینی و به جاشون برجستشون کنی، خیلی وقتا میتونی از هر آدمی کمک بگیری، نه با زور، نه با تحکم، نه با بحث بی پایان، بلکه با این حس که طرف مقابل بفهمه تو ارزشش رو داری میبینی. یه بخش خیلی قشنگ هم از کتاب اینجا میاد که میگه من باید این مسیر رو فقط یک بار برم. یعنی هر کار خوب، هر مهربونی، هر فرصت برای کمک که الان میتونی انجامش بدی عقبش ننداز، چون شاید دیگه هیچ وقت دقیقاً اون موقعیت بر نگرده. بعد مثال هایی میزنه که نشون بده احترام چقدر میتونه آدمو عوض کنه. مثل همون ماجرایی که از یه بچه یا دانش آموز به خاطر توانایی خاصش تقدیر میشه و همین احترام باعث میشه یک دریچه تازه توی زندگیش باز بشه. یعنی گاهی فقط یک نگاه درست، یه تشخیص درست میتونه مسیر یه آدم رو عوض کنه به کلی. بعد از اون کتاب میره سراغ یه اصل خیلی عملی تر. با کلماتی حرف بزن که برای طرف مقابل آشنا و خوشاینده. همونطور که وقتی میخوای ماهی بگیری تهمت رو برای ماهی انتخاب میکنی، نه برای خودت. در ارتباط با آدم ها هم باید همینطوری فکر کنی. این یعنی اگه میخوای کاری از کسی بخوای، به جای اینکه فقط بگی من چی میخوام، باید یه لحظه مکث کنی و بپرسی که چطور میتونم این کار رو طوری مطرح کنم که اون آدم حس کنه این به نفع خودش هم هست. چون وقتی کسی حس کنه ایده از خودش بوده یا انجام اون کار به نفع خودش هم هست، خیلی راحت‌تر همراه میشه. و همینجاست که کتاب یه نکته خیلی مهم درباره فروش و متقاعدسازی میگه. آدم‌ها معمولاً چیزی رو صرفاً به خاطر خود کالا یا درخواست نمیخرن یا قبول نمیکنن. اونا دنبال حل مشکلات خودشونن. پس اگه تو بتونی مسئله رو از زاویه مشکل اونها ببینی، نصف راهو رفتی راحت. بعدش کتاب یه نکته طلایی رو میذاره وسط. اگه میخوای روی آدم‌ها اثر بذاری، به جای اینکه فقط به ایده خودت بچسبی، بذار اون ایده توی ذهن طرف مقابل هم شکل بگیره. چون وقتی آدم حس کنه خودش به نتیجه رسیده، بیشتر دوستش داره و بیشتر براش میجنگه. پس کسی که بلد باشه دنیا رو از چشم دیگران ببینه، هیچ وقت تنها نمیمونه. یعنی موفقیت در رابطه با آدم‌ها فقط حرف زدن نیست، بلکه فهمیدن، دیدن، احترام گذاشتن و درست ارائه کردنه. حالا فصل دوم کتاب دیگه داره وارد یه بخش خیلی مهمتر میشه. اینجا دیل کارنگی میخواد به همون یاد بده که چطور کاری کنیم آدم‌ها نه فقط با همون راه بیان، بلکه واقعا ما رو دوست داشته باشن. و اولین حرفی که میزنه خیلی ساده است، ولی اگه درست بفهمیش میتونه کلی از روابط تو عوض کنه. اگه واقعا با آدم‌ها علاقه داشته باشی، اونا هم ناخودآگاه سمتت میان. یعنی اینطور نیست که بخوای با زور و با ادا و با شخصیت ساختگی
یا با جلب توجه مصنوعی کاری کنی که مردم دوست داشته باشن. نه، راهش اینه که واقعا با خود آدم‌ها علاقه داشته باشی، به حرفشون، به دغدغه‌شون، به زندگیشون و به چیزی که براشون مهمه توجه کنی. چون وقتی علاقت واقعی باشه این انرژی منتقل میشه. اما اگه فقط بخوای طرف رو تحت تاثیر قرار بدی یا صرفاً ازش استفاده کنی که به خودت نزدیکش کنی، اون رابطه عمق پیدا نمیکنه. دوستی واقعی از همینجا شروع میشه که تو خودتو با تواضع و احترام در معرض آدم‌ها قرار بدی. یعنی بیای پایین، نه اینکه بخوای از بالا نگاه کنی. کارنگی بعدش یه نکته خیلی مهمم میگه: علاقه فقط کافی نیست، توجه هم لازمه. یعنی اینکه اسم طرف رو یادت بمونه، تولدش رو فراموش نکنی، وقتی حرف میزنه واقعا گوش بدی یا با اشتیاق باش برخورد کنی. این چیزای کوچیک خب خیلی جزئی به نظر میان، ولی دقیقاً همین چیزای کوچیکن که تفاوت‌های بزرگ میسازن. مثلا تصور کن که توی یه جمعی وارد میشی و یکی از همه بیشتر ازت استقبال میکنه، با ذوق باهات حرف میزنه، واقعاً گوش میده و حس میکنی براش مهمی. همون لحظه یه تصویر مثبت از اون آدم توی ذهنت میمونه. درسته؟ کتاب هم دقیقاً میگه همین قدرت یکی از بزرگترین نیروهای روابط انسانه. بعد میرسه به یه اصل خیلی مهمتر: اگه میخوای کسی رو جذب کنی درباره چیزهایی حرف بزن که برای خودش مهمه، نه فقط چیزهایی که برای تو مهمه. اینجا دیگه داریم میرسیم به مغز ارتباط. بیشتر آدم‌ها وقتی با دیگران حرف میزنن فقط دنبال اینن که خودشون دیده بشن، خودشون شنیده بشن و حرف خودشون رو بزنن. کارنگی میگه راه ورود به دل آدم‌ها اینگونه نیست. مسیرش اینه که ببینی اونها چی براشون مهمه و از همون در وارد بشی. یعنی اگه بفهمی طرفت به چه موضوعی علاقه داره، چه چیزی براش دغدغه است و بعد از همون زاویه باهاش صحبت کنی، اون آدم خیلی بیشتر جذب تو میشه، چون حس میکنه تو واقعا اون رو میفهمی. بعد کتاب میره سراغ یکی از قشنگترین و کاربردی ترین بخش ها: چطور کاری کنیم آدم ها فوراً با ما احساس خوبی پیدا کنن. جوابش خیلی ساده است: بهشون حس مهم بودن بده. آدم ها عاشق اینن که حس کنن وجودشون دیده میشه، حس کنن حضورشون اثر داره و حس کنن که کسی براشون ارزش قائله. و وقتی تو این حس رو به طرف مقابل منتقل میکنی، خیلی زود توی ذهنش تبدیل میشه به یه آدم خاص. کتاب اینجا خیلی قشنگ میگه که یکی از عمیق‌ترین لذت‌های انسانی اینه که آدم بتونه برای دیگری کاری بکنه بدون اینکه انتظار جبران فوری داشته باشه. یعنی بخش بزرگی از رابطه‌های خوب از همین حس ارزش دادن بی‌منت ساخته میشه. بعدش میرسه به یه ابزار خیلی ساده اما فوق‌العاده قدرتمند: لبخند. کارنگی میگه اولین برخوردت با آدم‌ها خیلی تعیین کننده است و راستم میگه. و یکی از بهترین چیزهایی که میتونی با خودت بیاری یه لبخند واقعی و گرمه. نه یه لبخند مصنوعی، نه یه لبخند نمایشی، یه لبخندی که از ته دلت بیاد. چون لبخند پیام میده که من از دیدنت خوشحالم، من با تو دشمنی ندارم، من دوست دارم این ارتباط خوب پیش بره. و همین پیام ساده خیلی وقتا از 1000 تا جمله قشنگ اثرگذارتره. حتی وقتی تلفنی حرف میزنی، همون موقع هم لبخندت از صدات معلوم میشه اگه بخوای با لبخند صحبت کنی. یعنی لبخند فقط یه حالت چهره نیست، یه انرژی منتقل کننده است. بعد کتاب یه نکته عمیق‌تر هم میگه: آدمی شاد میمونه که در ذهن خودش رو شاد نگه میداره.
یعنی شادی فقط به شرایط بیرونی ربط نداره. همه چیز از نگاه ما شروع میشه. اینکه چطور به زندگی نگاه میکنیم، چطور آدم‌ها رو می‌بینیم، چطور اتفاق‌ها رو تفسیر می‌کنیم. گاهی فقط عوض کردن نگاه حال آدم رو عوض می‌کنه. و بعد از لبخند کتاب میره سمت یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی، گوش دادن. میگه اگه میخوای آدم جذابی باشی لازم نیست فقط حرف زدن قهار باشی، لازم نیست دائم از خودت بگی. اتفاقا برعکس، باید شنونده خوبی باشی. چرا؟ چون بیشتر آدم‌ها یه چیزی بیشتر از هر چیز دیگه‌ای رو میخوان، این که کسی واقعا به حرفشون گوش بده. پس اگه سوال بپرسی، اگه با دقت گوش کنی، اگه طرف مقابل رو تشویق کنی که درباره خودش، تجربه‌هاش، کارهاش و غیره حرف بزنه، خیلی راحت توی دلش جا باز میکنی. آدم‌ها از این خوششون میاد که درباره خودشون صحبت کنن، به شرطی که مخاطبشون واقعا گوش بده. بعد کتاب میرسه به یه نکته خیلی مهم و شاید کمی بامزه ولی حیاتی. اسم آدم‌ها رو یادت نگه دار. اسم هر آدمی برای خودش از شیرین ترین صداهای دنیاست. وقتی کسی اسمش رو از زبان تو میشنوه یه حس خاصی میگیره، حس میکنه دیده شده، مهم بوده و تو براش ارزش قائل شدی. برای همین فراموش کردن اسمها میتونه خیلی بدتر از چیزی باشه که فکر میکنیم، چون ممکنه طرف مقابل حس کنه اصلا برای تو مهم نبوده. کتاب پیشنهاد میده برای به خاطر سپردن اسمها باید یه سیستم برای خودت بسازی. مثلا همون لحظه اسم طرف رو تکرار کنی، یادداشتش کنی یا ازش بخوای دقیق تر تلفظش رو بگه. یعنی اسم آدم ها رو مثل یه چیز معمولی رد نکنی. بعدش میگه یکی از راه‌های خوش صحبت شدن اینه که دیگران رو تشویق کنی درباره خودشون حرف بزنن، چون وقتی کسی فرصت پیدا میکنه خودش رو بیان کنه احساس میکنه کنار تو راحت تره و تو هم در نگاهش تبدیل میشی به یه آدم خوش صحبت، حتی اگه خیلی هم حرف نزده باشی. این بخش خیلی قشنگ یه حقیقت رو روشن میکنه. آدم ها بیشتر از این که دنبال حرف قشنگ باشن دنبال توجه واقعی هستن. این خیلی مهمه بچه‌ها. و آخر این بخش هم کتاب دوباره برمیگره به همون اصل طلایی. در آدم ها دنبال جنبه های مثبت و خاصشون بگرد، نه اینکه الکی تعریف کنی، بلکه واقعی ببینی هر آدمی در چه چیزی از تو بهتره. یکی مثلا یکی در صبر بهتره، یکی در دقت بهتره، یکی در مهربونی، یکی در تجربه و غیره. وقتی اینو ببینی و به رسمیت بشناسی رابطه نرمتر و انسانی تر میشه. پس حتی آدم هایی که باهات ناسازگارن وقتی یه شنونده همدل و واقعی پیدا کنن کم کم نرم میشن، چون خیلی از آدم ها فقط میخوان شنیده بشن، نه لزوما قضاوت. فصل 3: چطور توی بحث ها آدم ها رو با خودمون همراه کنیم. بذار با یه سوال شروع کنیم. تا حالا شده توی یه بحث یا حتی یه گفتگوی ساده حس کنی حق با توه، ولی هر چی بیشتر توضیح میدی طرف مقابل بیشتر گارد میگیره؟ یعنی انگار به جای اینکه نزدیکتر بشید هر جمله‌ای که میگی یه دیوار جدید داره بینتون میسازه. دیل کارنگی توی این بخش دقیقاً میخواد بگه که در بحث ها برنده شدن واقعی همیشه اون چیزی نیست که فکر میکنیم. گاهی تو از نظر منطقی پیروز میشی ولی از نظر انسانی رابطه رو میبازی. و اینجاست که کتاب یه حقیقت خیلی مهم رو میگه. در مشاجره برنده واقعی معمولاً وجود نداره از هیچ طرف، چون وقتی من و تو داریم با عصبانیت و فشار میریم سمت هم، حتی اگه یکیمون حرف درستری بزنه اون یکی معمولاً احساس تحقیر میکنه، احساس شکست میکنه و تهش هم خیلی بعید واقعا نظرش عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه فقط ساکت بشه اما توی ذهنش هنوز همون آدم قبلی باقی بمونه.
برای همین کارنگی میگه اگه میخوای رابطت با آدم‌ها خراب نشه، اولین قدم اینه که اصلا نذاری بحث تبدیل به جنگ بشه. یعنی قبل از این که بخوای ثابت کنی حق با توه، یه لحظه مکث کن و ببین اصلا این بحث ارزش داره یا نه. خیلی وقتا بهترین پیروزی اینه که وارد مشاجره نشی کلاً. این بخش یه جوری داره بهمون یادآوری میکنه که آدم عاقل همیشه دنبال این نیست که توی هر بحثی آخرین ضربه رو بزنه. آدم عاقل دنبال اینه که رابطه رو نگه داره و مسئله رو حل کنه. کارنگی برای همین چند تا راهکار خیلی مهم میده که کمک میکنه اختلاف نظر تبدیل به دعوا نشه. اول از همه میگه از اختلاف نظر به عنوان فرصت یاد گرفتن استفاده کن. یعنی به جای اینکه سریع حالت دفاعی بگیری، یه لحظه به خودت بگو شاید توی این بحث یه چیزی برای یاد گرفتن وجود داشته باشه. این نگاه خیلی فرق ایجاد میکنه، چون وقتی فقط دنبال دفاع از خودت باشی دیگه واقعا گوش نمیدی. ولی وقتی با ذهن باز وارد میشی، هم بهتر میفهمی هم کمتر میجنگی. بعد میگه در برابر واکنش اولیه خودت مقاومت کن. آخه واکنش اول ما معمولا خیلی هیجانیه. یه چیزی میشنویم، یه دفعه میریم تو فاز دفاع، بعد شروع میکنیم جواب دادن، توضیح دادن، توجیه کردن و همون لحظه بحث از کنترل خارج میشه. برای همین یکی از مهمترین مهارت‌ها اینه که قبل از جواب دادن یه نفس عمیق بکشی و نذاری عصبانیت فرمان دستت رو بگیره. کارنگی بعدش میگه اول کامل گوش بده. این خیلی مهمه، چون خیلی وقتها ما وسط حرف طرف مقابل میپریم، فکر میکنیم فهمیدیم چی میخواد بگه، ولی در واقع هنوز حرفش تموم نشده. وقتی نمیذاری طرف مقابل حرفشو کامل بزنه، فقط باعث میشی که بیشتر گارد بگیره. اما اگه با حوصله گوش بدی، هم اون آرومتر میشه، هم تو دقیق تر میفهمی مسئله دقیقاً چی بوده. بعدش میگه دنبال نقطه‌های توافق بگرد. یعنی به جای اینکه فقط روی اختلاف‌ها زوم کنی، ببین کجاها با هم اشتراک دارید. چون واقعیت اینه که حتی توی بحث‌های سخت هم معمولاً یه بخشایی هست که هر دو طرف قبولش دارن. همین نقطه‌های مشترک میتونه نقطه شروع خوبی برای نزدیک شدن باشه. بعد میرسه به یکی از قوی‌ترین توصیه‌های کتاب: اگه اشتباه کردی سریع و صادقانه بپذیر. این یکی از عجیب‌ترین چیزهاست، ولی واقعا جواب میده. وقتی خودت قبل از اینکه طرف مقابل حمله کنه اشتباه تو میپذیری، فضا ناگهان نرم میشه. چون طرف مقابل انتظار داره تو از خودت دفاع کنی، اما تو به جاش صادقانه میگی آره اینجا اشتباه کردم. مثل اینکه همین جمله ساده خیلی وقتا طرف مقابل رو خلع سلاح میکنه. دیگه اون حس جنگ کم میشه، دیگه لازم نیست هی فشار بیاره و مسئله راحت تر حل میشه. کتاب حتی میگه بعضی وقتا بهتره خودت همه چیزها رو که احتمالاً طرف مقابل میخواد بگه زودتر از خودش بیان کنی. اینجوری نه تنها تنش کم میشه، بلکه نشون میدی آدم باوقار و صادقی هستی. بعدش کارنگی یه نکته خیلی انسانی میگه: از طرف مقابل تشکر کن که داره کمکت میکنه اشتباهاتو ببینی. و این نگاه خیلی متفاوت و بالغانه است، چون به جای اینکه طرف مقابل رو دشمن ببینی، میبینی داره بهت کمک میکنه که دقیق تر بشی، بهتر بشی و درست‌تر فکر کنی. و بعد هم بهت میگه که قبل از هر چیز بذار هر دو طرف آروم بشن. چون خیلی از بحث ها فقط به این خاطر بدتر میشن که آدم ها همون لحظه در اوج تنش تصمیم میگیرن، در حالی که وقتی یه مقدار زمان میگذره خیلی از حرف های تند اصلاً ارزش تکرار کردن نداره. چطور با رفتارهامون دشمن نسازیم؟ اینجا کتاب میره سراغ یه حقیقت تلخ اما مهم.
اگه بخوای مدام اشتباه دیگران رو به رخ بکشی، خیلی راحت میتونی برای خودت دشمن بتراشی. یعنی لازم نیست برای دشمن سازی کار عجیب و غریبی انجام بدی، فقط کافیه دائم به آدم‌ها بگی که دارن اشتباه میکنن، فهمت از اونا بیشتره، یا جوری حرف بزنی که حس کنن پایین‌تر از تو هستن. فرقی نداره، هر کی میخواد باشه، همین کافیه. برای همین کارنگی تاکید میکنه که حتی اگه واقعا از کسی بیشتر میدونی، لازم نیست توی صورتش بگی. بذار رفتار و نتیجه کارت خودش حرف بزنه، نه اینکه هی با کلمات طرف مقابل رو کوچیک کنی. یه نکته خیلی ظریف اینجاست، گاهی میشه حقیقت رو ثابت کرد بدون اینکه طرف مقابل بفهمه داری ثابتش میکنی. این یعنی به جای جنگ کلامی از هوشمندی و ظرافت استفاده کن، طوری که طرف مقابل احساس نکنه به شخصیتش حمله شده. چون همونطور که کتاب میگه خیلی از آدم‌ها منطقی محض نیستن، بیشترشون از روی عادت، تعصب، تجربه‌های قبلی و حس شخصی واکنش نشون میدن. پس وقتی مستقیم میگی تو اشتباه میکنی، در واقع فقط داری به غرورش ضربه میزنی و آدمی که غرورش زخمی شده دیگه سخت میتونه حرف تو بشنوه. برای همین بهتره به جای این مدل حرفا از جمله‌هایی استفاده کنی که مثلا مثل این: من جور دیگه‌ای فکر میکنم ولی ممکن اشتباه کنم. اگه اشتباه کرده باشم خوشحال میشم جبرانش کنم. بیا با هم واقعیت‌ها رو بررسی کنیم. این مدل حرف زدن هم محترمانه است، هم فضا رو از حالت جنگ در میاره. و جالب اینجاست که طرف مقابل هم خیلی بیشتر احتمال داره که باهات همراهی کنه. بعد کتاب یه نکته خیلی مهمه دیگر رو هم میگه. آدم‌ها بیشتر از این که بخوام بهشون بگی چی درسته، دوست دارن خودشون به نتیجه برسن و این دقیقاً همون چیزیه که گالیله هم بهش اشاره کرده بود. تو نمیتونی به کسی چیزی رو تحمیل کنی، فقط میتونی کمکش کنی خودش کشفش کنه. جالبه. وقتی اشتباه کردی همون اول بپذیر. این قسمت از کتاب واقعاً به درد آدم‌های بالغ میخوره. کارنگی میگه اگه میدونی اشتباه کردی، بهتره سریع و خیلی صادقانه بگی که اشتباه از تو بوده. چون عجیب ترین نتیجهش اینه که وقتی خودت زودتر اعتراف میکنی، طرف مقابل دیگه اونقدر عصبانی نمیمونه و در واقع تو با این کار قبل از این که اون تو رو سرزنش کنه، خودت ماجرا رو شفاف کردی و همین باعث میشه که فضا از حالت حمله و دفاع بیرون بیاد. اینطوری هم مسئله زودتر حل میشه، هم خودت احساس بهتری داری، چون میدونی واقع بین بودی و پنهانکاری نکردی. کتاب اینجا یه حرف خیلی قشنگ هم میزنه: نرمش بیشتر از جنگیدن نتیجه میده. توی روابط که واقعا همینجوریه. یعنی قرار نیست همیشه با فشار و سفتی به نتیجه برسی. گاهی نرم بودن، صادق بودن و پذیرفتن خیلی قدرتمندتر از بحث کردن طولانیه. و اینجا یه نمونه جالب هم میاره از آدمی که به جای لجبازی با خونسردی و احترام میگه بیا دربارش فکر کنیم، شاید من هم کامل درست نفهمیده باشم، خوشحال میشم نظرتو بدونم. این مدل رفتار هم بزرگوارانه است، هم حرفه‌ای و از اون مهمتر طرف مقابل رو هم دعوت میکنه که از حالت دفاعی بیاد بیرون. یک قطره عسل. اینجا کتاب میرسه به یکی از قشنگترین جمله ها. میگه یک قطره عسل بیشتر از یک گالون کثافت مگس میارزه. یعنی برای همراه کردن آدم ها اول باید دلشون رو به دست بیاری، نه اینکه با تندی و خشونت حلشون بدی سمت نظر خودت. اگه میخوای کسی رو قانع کنی، اول کاری کن حس کنه کنارش امنی، حس کنه باهاش دشمن نیستی، حس کنه واقعا به نفعش حرف میزنی. کارنگی میگه اگه گفتگو رو با پرخاش شروع کنی، عملا قبل از اینکه بحث شروع بشه باختی. اما اگه با آرامش، با احترام و مهربونی شروع کنی، هم فضای گفتگو بازتر میشه،
هم احتمال اینکه طرف مقابل به حرفت گوش بده خیلی بیشتر میشه. و اینجاست که یک اصل طلایی خودش رو نشون میده: آرام شروع کن تا آرام ادامه پیدا کنه. یعنی حتی وقتی عصبانی هستی لازم نیست عصبانیت تو به شکل انتحاری وارد گفتگو کنی، چون فقط اوضاع رو بدتر میکنه. به جاش میتونی از جمله‌هایی استفاده کنی که فضا رو نرمتر کنه. مثل این نکته ارزش فکر کردن داره. شاید بد نباشه یه بار دقیق تر بهش نگاه کنیم. به نظرم تو هم با تجربه‌ای که داری میتونی این بخش رو خوب ببینی. اینجور جمله ها هم محترمانه هم آدم رو وارد همکاری میکنن، نه جنگ. و در نهایت کارنگی میرسه به همون چیزی که میشه اسمشو گذاشت راز سقراط. به جای اینکه بخوای بر دیگران غلبه کنی، کاری کن خودشون با آرامش به نتیجه برسن. و اگه بخوام این بخش رو در یه جمله براتون جمع بندی کنم، اینجوری میشه که در بحث ها هدف نباید شکست دادن آدم ها باشه، هدف باید همراه کردن اونا باشه. برای همین وارد مشاجره بیفایده نشو، اول خوب گوش بده، دنبال نقطه های مشترک بگرد، اگه اشتباه کردی زود و صادقانه بپذیر، با تندی شروع نکن و کاری کن آدم ها خودشون به نتیجه برسن. چطور دیگران را با تمام وجود با خودمون همراه کنیم؟ تا حالا دقت کردید وقتی میخواید یه بحث رو شروع کنید، اگه همون اول برید سراغ اختلاف ها، انگار یه دیوار بتونی بین خودت و طرف مقابل میکشی. ببین، دیل کارنگی یه تکنیک خیلی خفن داره به اسم راز سقراط. سقراط جوری با بقیه حرف میزد که اونا مجبور میشدن همش بگن بله. یعنی چی؟ یعنی بحث رو با تفاوت‌ها شروع نمی‌کرد، بلکه دست می‌ذاشت روی اون چیزهایی که در هر دو طرف باهاش توافق دارن سر اون موضوع. باید کاری کنی طرف مقابلت از همون ثانیه اول بگه بله. دقیقاً. چون وقتی مغز یه نفر میره روی فاز نه، کل سیستم بدنش گارد میگیره، تمام اعصاب و عضلاتش آماده میشن که از اون نه دفاع کنن. اما وقتی میگی بله، کل وجود طرف مقابل باز میشه و آماده میشه که حرف بعدی تو رو هم بپذیره. پس یادت باشه کسی که به آرومی راه میره مسافت خیلی زیادی رو طی میکنه. سوپاپ اطمینان در مدیریت شکایت ها. یه وقتایی هست که طرف مقابل عصبانیه یا شکایتی داره. اشتباه بزرگ ما چیه؟ اینکه وسط حرفش میپریم و میخوایم ثابت کنیم اشتباه میکنه. کارنگی میگه بذار طرف کاملا حرف بزنه، حرفشو کامل بزنه، اجازه بده خودشو تخلیه کنه. اون آدم الان مثل یک دیگ زودپزه که داره سوت میکشه. اگه بهش اجازه ندی بخارش رو خالی کنه، یهو منفجر میشه. بیشتر آدم‌های موفق شنونده‌های خیلی خوبی هستن. بذار اونا از موفقیت‌هاشون، از مشکلاتشون، از دغدغه‌هاشون برات بگن. وقتی بهشون گوش میدی حس میکنن برای تو مهم هستن. یه جمله قشنگ از یه فیلسوف فرانسوی هم هست که میگه اگه میخواید دشمن داشته باشید خودتان را برتر از دوستانتان نشان دهید، اما اگر دوست میخواهید اجازه دهید آنها خودشان را برتر از شما نشان دهند. چرا؟ چون وقتی ما از برتری هامون میگیم ناخودآگاه حس حسادت رو در بقیه بیدار میکنیم، اما وقتی میذاریم اونا از توانایی هاشون بگن بهشون حس ارزشمندی میدیم. جادوی همکاری. چطور کاری کنیم دیگران با ما همراه بشن؟ ببینید دوستان، هیچ کدوم از ما دوست نداریم حس کنیم یه چیزی بهمون تحمیل شده. ما عاشق این هستیم که حس کنیم ایده ها مال خودمونه، تصمیم ها رو خودمون گرفتیم و داریم طبق میل خودمون عمل میکنیم. پس اگه میخوای کسی رو با خودت همراه کنی، سعی نکن ایدت رو بهش بفروشی. فقط کافیه چند تا سرنخ بهش بدی و اجازه بدی خودش به اون نتیجه برسه، اون نتیجه که تو میخوای. اینجوری طرف با تمام وجودش پای اون تصمیم میسته.
چون فکر میکنه ایده خودش بوده. امرسون میگه ما همیشه به ایده هایی که خودمون به اونها رسیدیم بیشتر از ایده هایی که دیگران در سینی به ما پیشنهاد میدن اعتماد میکنیم. یه فرمول فوق‌العاده برای دیدن دنیا از چشم دیگران. این یکی از اون کلیدهای طلاییه که اگه یادش بگیری زندگی عوض میشه. لاوتزو فیلسوف بزرگ چینی 2500 سال پیش یه چیزی گفت که هنوز هم کار میکنه. دلیل این که رودخانه ها و دریاها پادشاه صدها جویبار کوهستانی هستن اینه که پایین تر از اونا قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای روی آدم ها تأثیر بذاری باید یه مقدار تواضع داشته باشی. وقتی کسی کاری میکنه که از نظرت غلطه سریع سرزنشش نکن. به جاش از خودت بپرس اگه من به جای اون بودم چطور فکر میکردم و چه واکنشی داشتم. این خیلی کمک میکنه. وقتی بتونی دنیا رو از چشم اون ببینی دیگه عصبانی نمیشی، چون میفهمی چرا اون کارا انجام داده. این توانایی که همدلی حساب میشه یکی از بزرگترین مهارت‌های ارتباطیه. چیزی که همه آدم‌ها تشنش هستن. بذار یه جمله جادویی بهت بگم که هر بحث و جدلی رو خاموش میکنه. من اصلا تو رو به خاطر این حسی که داری سرزنش نمی کنم، چون اگه من جای تو بودم دقیقا همین حس رو داشتم. این جمله مثل آب روی آتیشه. بیشتر آدم هایی که باهاشون برخورد میکنی تشنه همدلی هستن. اونا میخوان یکی درکشون کنه. دکتر آرتور گیت میگه همه انسان ها آرزوی همدلی دارن. کودک با نشان دادن زخم و جراحتش میخواد جلب توجه کنه و آدمهای بزرگسال هم دقیقاً همین کارو میکنن تا بقیه بهشون توجه کنن و باهاشون همدل باشن. تلاش برای شریف به نظر رسیدن یه انگیزه قوی در همه ماست. اگه با آدمها جوری برخورد کنی که انگار شریف و درستکار هستن، اونا هم سعی میکنن طبق همین تصور تو رفتار کنن. خیلی جالبه. نمایش ایده. چطور مثل فیلم های هالیوودی تأثیر بگذاریم؟ کتاب میگه فقط داشتن یک ایده خوب کافی نیست. توی دنیای امروز تو باید ایده تو نمایش بدی. دقیقا مثل فیلم ها و تلویزیون. اونا فقط حقیقت رو نمیگن، حقیقت رو به شکلی جذاب و دراماتیک نشون میدن. اگه میخوای توجه کسی رو جلب کنی باید روشی پیدا کنی که ایده‌ت رو به شکلی زنده و پرشور بیان کنی، یه جوری که طرف مقابل نتونه ازش چشم پوشی کنه و در نهایت وقتی هیچ کدوم از این روش ها جواب نداد از چالش استفاده کن. آدم‌های موفق عاشق چالشن. اونا دوست دارن خودشون رو ثابت کنن. مؤسس شرکت لاستیک سازی میگه من فهمیدم که با پول به تنهایی نمیشه افراد خوب رو دور هم جمع کرد، بلکه باید به اونا یه بازی و یه چالش داد. اینجا یه رقابت سالم و برانگیختن میل به برتری میتونه آدم‌ها رو وادار کنه که فراتر از توان خودشون تلاش کنن. پس رفقا یادتون باشه بحث رو با بله گرفتن شروع کنید. بذارید طرف مقابل بیشتر حرف بزنه، بذارید حس کنه که ایده مال خودشه. دنیا رو از چشم اونا ببینید و با احساساتشون همدلی کنید و در نهایت ایده هاتون رو به شکلی جذاب به نمایش بگذارید. اصول رهبری خوب. چطور آدم ها رو با خودت همراه کنی؟ اینجا دیل کارنگی دیگه میرسه به یه بخش خیلی مهم، بخشی که فقط درباره دوست داشتن آدم ها نیست، درباره هدایت کردنشونه. یعنی چطور با آدم ها برخورد کنیم که نه تنها از ما دلخور نشن بلکه با دل و جون با ما همراه بشن. و خب اصل ماجرا اینه، رهبری واقعی با زور، تحقیر و دستور دادن شکل نمیگیره. رهبری واقعی از احترام، فهمیدن، تشویق کردن و درست حرف زدن میاد.
اول اگه میخوای اشتباهی رو پیدا کنی، اول از خودت شروع کن. یکی از قشنگترین نکته ها اینه که شما قبل از این که برید سراغ اشتباه دیگران، اول از اشتباهات خودتون حرف بزنید. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مستقیم بگی تو اشتباه کردی، اول بگو منم یه زمانی همین مشکل رو داشتم، یا خودم هم اوایل این اشتباه رو میکردم. این کار 2 اثر خیلی مهم داره. یکی اینکه یخ رابطه رو آب میکنه، دوم اینکه طرف مقابل حس نمیکنه داره از بالا بهش نگاه میشه. چون حقیقت اینه که آدم‌ها وقتی میبینن تو هم مثل خودشون بودی، بیشتر بهت اعتماد میکنن. دوم، موقع انتقاد با اما نرو جلو. اینجا این نکته خیلی ظریف و حرفه‌ای هستش. کارنگی میگه موقع تعریف کردن و انتقاد کردن اما خطرناکه. مثلا این جمله رو ببین: ما به تو افتخار میکنیم، اما اگه بیشتر تلاش کنی بهتر میشی. ظاهرش خوبه، ولی مغز طرف مقابل فقط همون اما رو میشنوه و فوری حالت دفاعی میگیره. بهترش اینه که بگی ما به تو افتخار میکنیم و اگه همینطور ادامه بدی میتونی حتی بهتر هم بشی. این و خیلی نرم تره و حرف قبلی رو خراب نمیکنه. یعنی هم طرف رو دلگرم میکنه، هم راه بهتر رو بهش نشون میده. سوم، هیچ کس دوست نداره بهش دستور بدن. ما آدم ها ذاتاً دوست نداریم حس کنیم یکی داره بهمون امر و نهی میکنه. حتی اگه اون کار درست باشه، باز از لحن دستوری خوشمون نمیاد. پس به جای اینکه بگی این کارو بکن، همین الان اینو انجام بده، تو باید اینطوری عمل کنی، بهتره بگی که به نظرت اگه اینطوری انجامش بدیم بهتر نیست؟ شاید این روش نتیجه بهتری بده. نظرت چیه یه راه دیگه هم امتحان کنیم؟ این سبک حرف زدن باعث میشه طرف مقابل حس کنه در تصمیم گیریش شریک بوده، نه اینکه فقط یک مجری ساده باشه. و همین حس مشارکت خیلی وقتا از هر انگیزه قوی تره. چهارم، بگذار طرف مقابل به چشم را حفظ کند. این یکی خیلی مهمه بچه‌ها. وقتی کسی اشتباه میکنه نباید جوری اصلاحش کنی که حس کنه پیش تو خرد شده. یعنی چی؟ یعنی اگه لازم شد تذکر بدی، حواست باشه طرف مقابل هنوز احترام خودش رو حفظ کنه. مثلا به جای اینکه بگی این کارو خراب کردی، بگو میدونم زحمت کشیدی، شاید این بخشش رو بشه یه ذره بهتر انجام داد. فرقش خیلی زیاده. اون یکی تحقیر میکنه، این یکی اصلاح میکنه. آدم ها وقتی حس کنن هنوز با ارزشن، راحت‌تر اشتباهشون رو میپذیرن و درستش میکنن. پنجم، به جای تمرکز روی خطا، امید به اصلاح بده. کارنگی یه نکته خیلی انسانی میگه: وقتی کسی اشتباه کرده، باهاش طوری برخورد کن که حس کنه اصلاح کردنش ممکنه، نه اینکه حس کنه دیگه همه چیز تموم شده. چون وقتی آدم فکر کنه راه برگشتی نداره، یا میشکنه یا لجباز میشه. اما وقتی تو بهش نشون بدی که میتونه بهتر بشه، میتونه جبران کنه، هنوز فرصت هست، اون وقت امید میگیره و برای تغییر تلاش میکنه. یعنی تو به جای اینکه فقط اشتباه رو نشون بدی، راه برون رفت رو هم نشونش میدی. ششم، آدم‌ها رو از موفقیتشان باخبر کن. یکی از قوی ترین ابزارهای رهبری تشویقه، اما نه تشویق الکی، تشویق واقعی و به موقع. یعنی هر پیشرفت کوچیکی رو ببینی و همون لحظه تحسین کنی، حتی یه حرکت کوچیک، حتی یه قدم ساده. چرا اینقدر مهمه؟ چون آدم‌ها با تحقیر معمولا بسته میشن، ولی با تشویق باز میشن. تحسین درست مثل بنزین برای انگیزه است. هفتم، به دیگران ارزش بده تا همانطور رفتار کنن.
این یکی از اون قانون‌های طلاییه که تو روابط خیلی جواب میده. اگه به کسی ارزش بدی، احتمال زیادی هست که اون هم سعی کنه مطابق با همون ارزشی که بهش دادی رفتار کنه. یعنی وقتی با کسی طوری برخورد میکنی که انگار آدم مهم، توانمند و قابل احترامیه، اغلب همون تصویر رو میپذیره و سعی میکنه در همون سطح ظاهر بشه. این یعنی تو فقط با حرف تأثیر نمیذاری، بلکه با برداشت از آدم‌ها هم روی رفتارشون اثر میذاری. 8. طوری رفتار کن که انگار توانایی خوب بودن را دارند. یه جمله خیلی قشنگ و عمیق تو این بخش هستش. اگه میخوای کسی بهتر بشه، باهاش طوری رفتار کن که انگار همین الان هم ویژگی‌های خوب رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای کسی منظمتر، مسئولتر یا قویتر بشه، باور داشته باش که اون این ظرفیت رو داره. چون خیلی وقتا آدم ها همون چیزی میشن که ما در اونها میبینیم و بهشون القا میکنیم. اگه دائم به کسی بگی تو نمیتونی، تو همیشه همینطوری یا ازت بعیده، کم کم همونطوری میشه. ولی اگه بهش بگی من میدونم که ازت برمیاد یا تو میتونی این بخش رو بهتر انجام بدی، اون آدم هم کم کم خودشو همون جوری میبینه. 9. کاری کن انجام کار برایش خوشایند باشد. اینجا کارنگی میرسه به یه نکته خیلی هوشمندانه. اگه میخوای کسی کاری رو انجام بده، فقط نگو باید انجامش بدی، بلکه کاری کن که برای خودش هم خوشایند و با ارزش به نظر برسه. یعنی به جای اینکه فقط از وظیفه حرف بزنی، از فایده هاش حرف بزن. مثلا بگو این کار باعث میشه مهارتت بیشتر بشه، این کار دیده شدنت رو بیشتر میکنه، این تجربه برای رشد خودت خیلی مفیده. وقتی آدم بفهمه انجام اون کار براش سود داره، دیگه فقط از روی اجبار کار نمیکنه، با اشتیاق کار میکنه. 10. دنیا رو از چشم طرف مقابل ببین. این شاید مهمترین جنبندی این فصل باشه. اگه میخوای آدم‌ها رو درست هدایت کنی، باید بلد باشی قبل از قضاوت خودت رو جای اونها بذاری. یعنی از خودت بپرسی که اگه من جای اون بودم چه حسی داشتم؟ چرا این واکنش رو نشون داد؟ از دید او این موضوع چطور دیده میشه؟ وقتی این کارو بکنی، خیلی از دعواها، سوء تفاهم‌ها و دلخوری‌ها اصلا شکل نمیگیرن. چون بیشتر وقتا مشکل از این نیست که آدم‌ها بدند. مشکل اینه که از زاویه همدیگه نگاه نمی‌کنن. رفقا، اگه بخوام کل این قسمت رو توی چند تا جمله جمع‌بندی کنم، دیل کارنگی داره به ما میگه: 1. قبل از انتقاد از خودت شروع کن. 2. موقع حرف زدن از اما کمتر استفاده کن. 3. به جای دستور دادن پیشنهاد بده. 4. اجازه بده طرف مقابل وجهشو حفظ کنه. 5. به جای له کردن آدم‌ها بهشون امید اصلاح بده. 6. پیشرفت‌های کوچیک رو ببین و تحسین کن. 7. به دیگران ارزش بده. 8. طوری رفتار کن که انگار میتونن بهتر بشن. 9. کاری کن انجام وظیفه براشون خوشایند باشه. و 10. همیشه دنیا رو از چشم خود اونا ببین. خب دوستان، به پایان خلاصه کتاب آیین دوستیابی رسیدیم. اگه به این سبک خلاصه سازی علاقه‌مند هستید، پیشنهاد میکنم کانال خودمونی با کتاب رو دنبال کنید. ممنون هستم. تا خلاصه کتاب بعدی، خدا نگهدار.